شکمش سیر، لیکن از چه سبب باشد خواب نمی رود. با پدرش رفته است. خواب رو دوست نمی دارد. شاید پدرش را زیادتر دیدن می خواهد. یاد کرده است. پدری بیمهر همین خیل نه؟ نه استغفرالله رفیق سرکمیسر، من این را گفتنی نبودم. تنها نه درست. ای برا با سرکاری هم بار کرده نمیتوانم. مثل نجیب سرکار مرد میدان و پدری نمونه بودن مشکل. او هم در کار و هم در عائله داری موفق است. من باشم دنبال کارهای بیهوده. نه خودتان رو سرزنش نکنید. از دستتان آمده رو کرده ایستاده اید. کودکان رو هر شب خبر میگیرید. از این بیشتر نمی شود آخر. مرد مجرد دیگر چیکار هم کرده می تواند؟ خوابش برد به فکرم. آیسته خواب رو بچه جان. خوش. گیرین را در کار می شود. هرگز رفیق سرکمیسر، فاتح برایم باری زیادتی نیست. با دخترم همراه خوراک می خورد. گیر. ببخشید رفیق سرکمیسر، نمیگیرم. من رفتم. میبخشی؟ نفهمیدم چرا؟ الهامی سرشاری داری. تخمین کرده میتوانی. خیر شب بخیر. رفیق سرکمیسر، لبای خودتون رو احتیاط کنید. پدرت چیزی رو فراموش کرده است.
لبای حلیمه چی؟ اماش یکی شد نگاهم در یک لحظه مرد در رویش نقاب داشت؟ بله چگونه نقاب بود؟ و مثل نقاب های سیاهی ما؟ نه نقاب هایی که در فیلم های دهشت آور استفاده میبرند باز چی دیدی حلیمه؟ سر و لباسش چی دار؟ کجا رفت؟ کی بود؟ چی بود؟ همه چیز چنان تیز گذشت که در تن چی داشتنش رو هم نفهمیدم بودم خانه در اومدم زمان زنازنی سر شد بعد از هوش رفتم و رفتنش رو هم ندیدم مرا ببخشید من میبرایم اطراف را میبینم 9940 مرکز با دقت تمام گروه ها ماشین شبانو که از طرف خانه حلیمه برآمده است دستگیر نماید نقاب دارند و کودک 3 ماهه را بردند احتیاط باشید شاید سلاح دارند پلیس ایست چی گم؟ پلیس با خدا قسم عرق ننوشیدم معلوم است در برات کیست؟ کی؟ این رفیقم بشود یکان سوال داری ها؟ این باشد رفیق من برایت از ماشین برایت سردار چی شد آخر؟ برا ایره بیننده برایت زودتر هر دویتان در دستت چیست؟ مامور خیلی که میبینی تنانی خوب است این با تو چی در کار؟ تنها بازی میکردیم سردار تنها بازی چی یکان میکردیم مسئله است؟ با من ده با پس کرده با ماشین تکیه کنید دست و پایتان رو واسه کنید زودتر راننده باغاج را بشو زودتر من چیکار کنم؟ تو ایست شو فهمو محکم کن گذارید با ماشین شلید آبا 9940 مرکز در کوچه جلال پاشا شخصان شبهناک مستند گروه مسئول آید هر چی زودتر فهمیدیم تمام الو کیستی؟ نامم فاتح پدرم در اداره پلیس کار میکند نامش شگید گندازم سرم گرفتاری بلاست مرا دزدیدند دیوانه تو خودت کیستی؟
من همانی که قبلا تو را سخت زده بودم. دیوانه بچم کجاست؟ پروا نکن پدر جان. گوش کن، اگر یک طوری موی فاتح کم شود چیکار میکنی؟ چی چرا شدی؟ تو را خاموش دهانت را نالان. بچه در برم در امان بودنش از تو وابسته. تو چی مقصد داری ها؟ با کی امر داده ایستاده ای؟ به تو امر میدهم مثل سگ به فرمانم اطاعت میکنی، فهمیدی؟ حاضر گوش کن، از این صحبت کسی خبر نیابد، حتی پلیس هم. اگر خواهی که بچت سالم بماند فرمانم را اجرا میکنی. خودی حاضر گوی وگرنه بعد زبانت را میبرم. دهانت را آلوده مکن وگرنه برای گرفتن امر زنگ مرا انتظار شو. بهوده تلفنی مرا نکاب، خسته مکن خود را. من دیوانه نیستم، بینم اگر کابی خبردار میشوم و بلای سری بچت میگردد. فهماده توانستم؟ الو سردار ما در همینجا میشینیم. برادرون، الو کاهلا شاهیچا، این حریف کسی که نباشد در نزد قانون جواب میگوید. البته جانم را گیرد هم، بالایم با بولدوزر برایت هم. این حریف جواب میدهد. ایست رفیق سرکمیسر، حلیمه با تو یک چیز میگویم، اما چیزی نپرس. با من باور میکنی؟ البته باور میکنم. پس ربودن فاتح را به کسی نگوی، فهمیدی؟ آخر چرا نفهمیدم؟ حلیمه گفتم که سوال نده. مرا باور میکنی؟ آخر به این هم یک دو گروه رو خبر داده بودید. بله لیکن آنها پسر من بودنش را نمیدانند، فهمیدی؟ رفیق سرکمیسر، آخر چرا؟ درون درو با دقت باش. مایلش خیر. گیرمیم دو کار دارم. چی خیل؟ این چی گپ؟ نمدو در خواب شیرین موندی مگر؟ چرا در خانه کسی نیست؟
کی را میپرسید؟ با شما چی فرق دارد؟ چی خیل به من فرق ندارد. من مسئول بینا هستم. ها میبخشید یک رفیق داشتم در حجره یک ممدو در خانه نیست یگونجا کوچید همون رو میپرسم. ممدو در حجره یکم نظامیدین گفتنی جوانی میزیست. نظامیدین؟ ها ها بله نظامیدین. ها نامی کودکی ممدو نظامیدین. یک بچه میانه قدی خراب سیاه پوست. بله او کوچید. چیز چاره هم نداشت. جوانی مجرد بود. کرایه اشیا میخرم میگفت. دیگر چیزی نمیدونم. فهمه یعنی برآمده رفت. من از کجا میدونم بچه‌ام؟ مایلش تشکر شب بخیر. ای جورا وقتی در گوری پیدا کرده نمیتواند. سلام. او مردک مالهای در بحر غرق شد خبر نداری؟ چی خیلی سردارم. شکر خوبترم. تو چی؟ من هم بد نیست سردار. برای کار. الو سلام. بچه هم چی خیل؟ سوال دادن ممکن است. در حقیقت میخواهی بچه‌ت را صحت سلامت در بغل گیری. زود گپ زن. این معامله به من نمیخورد. اینجا تنها من امر میدهم. گویا خیر. کار تمام شد. خاموش میکنم. ایست آرام. من آرام. دیگر تکرار نشود. از استراغ را نویز. بعد نیم ساعت انتظار میشوم. تنها بیا. کوچه یکاسیا. کوچه یکاسیا؟ خوب. سلام خانم. چی کودک را کمی نگاه کنید. من از اون طرف کمی مبلغ میگیرم. چند از 1-2 دقیقه. میدونید پشه ها غم میدیم. مایلش لیکن زودتر آید. خوب البته زود می آیم. مایلش میبخشید کوچه اکاسیا همینجا؟ بله همینجاست. تشکر. سلام. آرام شو. حاضر 2 تیرانداز ماهر کله تو رو نشان گرفته ایستادن. اگر به جای تو می بودم جان بچم را در خطر نمی گذاشتم. انا آن زن را می بینی؟ در پشتش نشستگان را چی؟ انا را بچه کودکانه را می بینی؟ در آن کودکی توست. برای براحت خواب رفتنش بمب 3 کیلویی S4 ماندم. از دور نفر ما را نگه دارد. در حالت ناموافق و یا اشارت با یک زنگ زدن بمب را میترکاند. فهمیدی یا نفهمیدی؟ احمق از من چی میخوایی ها؟ بین از نوع حرکت ناجا یکیش را کردی.
حیات کودکت را در خطر گذاشتی. آن مرد این حرکتت را نادرست میفهمد. گیر این را. این چیست؟ در آنجا نیمی سراغه است. حرامی، من میابم. دوامش را با تلفن میگویم. از من چی میخواهی؟ سراغه قهوه خانه را برات میدهم. میخوام آنجا نارنجه که دستی حواله دهی. البته روزانه که آدم زیاد باشد. از من چی میخواهی ها؟ چی میخواهی از من؟ به سخنها و حرکتهای دقت کن. نارنجک را من خودم تامین میکنم. نه ترس، مال دولت است و بعد آن در این محله کارت برار نمیگیرد. این محله خاص است. از این خاطر میخوام تو اجرا کنی. در وسایط اخباری آمد لوحه پلیس قهوه خانه را ترک کن. وضع را به نهایت نارام میسازد. وضعیت دیگر میشود. چی ها میگویی تو حرامزاده؟ گبزن چی ها گفته ایستاده ای؟ بین، گفتم که اون مرد تو را نادرست میفهمد. نفهمیده تکمچه را زیر میکند. کودک و زنی در برش بوده و نفران قهوه خانه به هوا پرواز میکنند. برای قرار 30 ثانیه وقت داری. وگرنه او انتظار اشارت نشده همه را میترکاند. وقت آغاز یافت. بیست ثانیه ماند. در اینجا هم میمیرند، در آنجا هم. لیکن آنجا پسرت نمیمیرد. ده ثانیه آخر. 5 ثانیه آخر. خوب. اگر 1 ثانیه دیگر دیر میکردی بسیار دیر میشد. زنگم را انتظار شد. حلیمه دورتر رو. حلیمه دورتر رو از اینجا. حلیمه دورتر رو از اینجا. گورس. خدا جزایت رو دیاد. رفیق سرکمیسر چی شد؟ در اینجا چی گم کرده ای؟ تو چی میکنی در اینجا بگویم؟ من فکر میکنم که برای عاجلا رفتنم نرنجیدی. الوطن حیران کردم. پسرت را در خطر نمیگذارم. این امکانیت را من دارم. لیکن نصف سخنهایم درست بود. در تگ کودک بمب S4 گذاشتم. دوام نیم ساعت میترکد. هرچی خیلی میگویند با خبر باش. حلیمه زودتر رو از اینجا. زود گروه تفتیشاتی را خبر ده. زودتر. رفیق سرکمیسر شما چی؟ در فکری من نباش. ببخش مرا. رفیق سرکمیسر. الو؟ سردارم، بمب رو در جای بی خطر ترک کندید. آفرین. تو اینجا چی میکنی؟ خواستم خبر گیرم. خبر گرفتی؟ بله. خیر. از این پس قهرمان میکنم نگوی میلش. مرحمت این باقی مانده مبلغ اشتیایی توم. با چی کار مشغولید؟ چی کنم؟ از اوستا آقتای توصیه ها میگیرم. خدایا شما مخلصی اوستا آقتای هستید؟ البته وی پسنده ماهر است. اپا میخواهید با اوستا آقتای شناس شوید؟ لبای؟ گفتنی هم که شناس شدن میخواهید، حتی سایه دستش رو میگیرید. تو چی گفتنی؟ میرویم؟ این چه خیل میشود؟ نزد اوستا آقتای میرویم. کجا میرویم؟
چی باور نمیکنید؟ رانو چی ممکن است مگر؟ البته ممکن. امونه این خیلی نمی شود. چرا نمی شود؟ استاد امروز برنامه ندارن مگر؟ دارد؟ بخش مستقیم هست؟ مستقیم؟ پس به استودیو می رویم، شناس می شویم. مایل شپا رانو هم روزنامه نگار. او که راضی شد. آزیر ما می رویم استاد آقای می گوید که آه خانم هنر کجا شده؟ چقدر شد که انتظاری کشیده؟ در این کار جدیم. می رویم هنر پا این کار عیب ندارد. حداقل خودمان را می سنجیم. استاد آقای همه را قبول می کنند؟ پس همه تماشابینان نزدش می رود؟ اپا رویم معلوم می شود هم خودمون رو می سنجیم. می دونید که تلویزیونی سامان اولو کجاست؟ من می دونم. شما رو می برم. رفتیم. چی؟ بله اپا. اینها جدی ها؟ البته جدیم. تست رفتیم. خدایا دکمتون رو بسرم. کتاب رو گرفتم. ای کی روز من همین کار رو. اپا بس کنید. وقتی رفتن نوز میکنید. میرویم تمام. رفتیم. کجا میروی؟ خونه را پا زودتر. خدایا من از پس اینها کجا میروم؟ تلفن زنگ زده صداش نمیشنوی؟ بله سردارم. چی نمیبرداری؟ میبخشید سردارم. حلیمه این پرونده رو بگیر نظر کن. با من تعلق داشتهش رو نزدم بیار تا اجرا کنم. ایتواد رفی سردار. کدام کوچه؟ کوچه قدرشناس شد. کوچه در همون محله بوده؟ خوب. رقم؟ خوب. رفیق سرکمیسر شما میبراید؟ بله یگان کاری داشتی با من؟ نه تنها میخواستم فهمم که از فوتی یگان خبری هست یا نه. تو نمیایی؟ نه باید به کار روم. فهمم. شما روید هیچ گپ نه. مایلش خیر تو بازدید؟ همینجا نمیبینید همینجا. خیلی در هیجانم. بیو برگردیم. اپا باز نوز کردیم. بیایید زودتر. شاید قبول نمیکنن. چی میترسید؟ بیایید. مرحمت خوش اومدید. خوش باشید. خوش دیدید. هیچ چیز نگفتند. باید چی میگفتند؟ استاد آقای را میبینیم هونه را البته میبینیم. هیچ نباشد پس از برنامه طرف چپ راه را گفته بود. همینجا انتظار شویم باید. بسیار در هیجانم. رفتیم. کجا میرویم؟ شاید به این طرف. رفتی مایلاش
ببخشید تو همین جا میتوانم با کوچه گفتگیتون نمیدارم آخر زن و فرزند دارم تشکر این دختر از تاکسی فراماده رو دیدی؟ دیدم. کانی بینیم کجا میرود؟ رفتیم. برادر یک لحظه کوچه قدرشناس همین است برادر با تو چی شد؟ خوب هستی؟ سوکاش رو میدزدی چه؟ کجا رو یافتی؟ یافتم بسیار گپ نزن بعد گپت را دانسته زن بیا کار انجام دهیم اگر اینقدر خواهش داشتن را میدانستم کودک را نمیدزدیدم چه خیلی که گفتم گپ را درست نکن گوش میکنم دار اینجا کس من گفتی از طرف کوچه چاوش در آمدی نه ها تو از دیگر طرف در آمدی خب باز بهتر کمی دورتر از راست در تک درخت در نزد دروازه سفید رقم 29 یک قوطی کونه میبینی از بیرون قوطی برقی میتابد زنگ زده است رنگش پریده دیدی یا ندیدی به من جواب ده ها دیدم قوطی رو کشو کمی زور زن با آسانی کشاده نمیشود از آوازت معلوم گرسنه هستی شدم کشادی؟ ها آن را به دستت گیر گرفتم چیکار کردنت را میدانی در آنجا تنها یک قهوه خانه است بعد الو ای دختر کجا میروی؟ ای بچه شما در اینجا چیکار میکنید؟ گم شوید از اینجا زودتر گم شوید بیکار کجا مرحمت برادر کی رو میجویی؟ حالا هم فرمانی نکشیدنی سیگار به اینجا نرسیده است؟ با اینجا تنها مردها میآیند زنها نمیآیند نه خود خیر چی؟ من نمیکشم بعد با من باشد فرق ندارد اما
نزدیک شوی میکنم. نخود ایست من کنم. تو زحمت نکش، کنده در دهانت میمونم. ایست اکا، از برای خدا. در اینجا چی میکوبی؟ کی تو را روان کرد؟ کی؟ نمیدانم اکا. یک کس با من گفت وقتی که وارد قهوه خانه میشوی با من زنگ میزنن. اجرا کن که گفت اجرا میکردم. کی باید به تو زنگ میزنه؟ بالا اکا نمیدانم. قسم میخورم یکم بار ندیدم. رفیق سرکمیسر. حلیمه تو در اینجا؟ حلیمه میدانی که تو خود رو در خطر انداختی. اگر به تو چیزی شود. از کی باز فکری من رو میکردگی شدید رفیق سرکمیسر؟ خوش، مادام که به اختیار خود آمدی بری نرفا. پشتت را گردم، بزو نشین، دست ها پشتی سر. قهرمانمون ناآمد است اقتای. هیچ گم نه. حالا میبینیم در این برنامه تنها چیکار کرده میتوانم. وقتی زیاد هم دارم. سلام اوست اقتای. لبای خوش آمدید. خوش باشید. شما هم خوش آمدید. اوست اقتای، ما در اصل پیش شما آمدیم. بله. نام این کس هنر. ما هر دو دکانی کلچه خانپزی داریم. چقدر زیبا. من مخلصی تفسیه ها و خوراکای شمایم اوست اقتای. آمدیم که در کتابتان سایه دست مونید. تا برنامه چند دقیقه مانده است؟ 5 دقیقه دیگر. اشتراکچی نآمده است. خوب با شما برنامه میسازیم. با ما؟ زود باشید. مرحمت به برنامه. مرحمت. زودتر. چخل میشود؟ سلام. در اینجا چی گپ؟ تو این مسئله رو بین. حلیمه همش رو میفهماند. چی؟ تو سردار شدی مگر؟ در بالاتر کوچه یک قوطی هست. باز نارنجکی دستی هست. آن رو هم به نظر گیر. از کجا میدانی؟ چی رو؟ در آنجا نارنجک بودن رو. تیمور. رفیق سرکمیسر. چی میگویی؟ یگید روی سوی وزنین میگذارم. انشاءالله مسئله شخصی است. حلیمه کاری گروهی تروریستون؟ هنوز معلوماتی دقیق نداریم رانو تو همیشه در همه جا حاضری. عین حال تو از پلیس چیزی گرفته نمیتوانی. این کاری من. کاری تو ها؟ بله سردارم کارم. سرحد تو اطراف رو به نوار گیر. با فکرم در اینجا مسئله اولوی کمی طول میکشد. شاید مسئله اولوی مادامی که برای کارت آمدی از پسی کارت شد. تو چی ها میگویی؟ یا توبه. با آشخانه ما خوش آمدید میمانان عزیز. امروز در آشخانه ما 2 نفر اشتراک میکنن. از راست خانم کراس خوش آمدید. خوش باشید. از شب باشد خانم هنر خوش آمدید. هر دو دکانی کلچه خانپزی دارن. امروز در برنامه سیوی کبود هنرشان را میبینیم. لطفا شروع میکنیم. در اول با شما دست پوشکا را میدیم. مرحمت کنی اینش از آن شما، اینش باشد از آن شما. تشکر. اکنون دست پوشکا را میپوشیم. در هر برآمدت حادثه می شود. این مراتب چی شد؟ در بالاخانه چیکار داشتی؟ سردارم از آنجا میگذشتم. از آنجا میگذشتی؟ باز از همان محله؟ بله سردارم از آنجا میگذشتم. همش همین. کاری پلیس 24 ساعت است میدونید. همه وقت ادای وظیفه شخص شبهناک رو دیدم و تعقیبش کردم. تمام. تو چی؟ تو هم در بالاخانه شطورت را میگفتی؟ من سردار نبای یک دقیقه بیایید. بخیر است؟ تو نو آمدی؟ بله سردار. ارهن ازگور. ارهن نامی زیبا. از کجایی؟
از گرگوتل، از وطن سلطان کرکور، از دیار یانیگیت، از دیار پهلوانان. خوب، خوش آمدی به دسته. حالا شما برنامه در مهمانی آقای را تماشا کردید. این زنی من کو؟ در مهمانی سردار با من گفتن که با شما خبر دیام. خب میلش تو برو. کلچه خمپزی دارند. حالا هنری آنها را در پخت و پز همراه میبینید و بها میدید. آهسته خانم، با دقت. در آشخانه تازگی و ترتیب شرط است. ببخشید استا آقای. مایلش دیگر نشد. دیگر نمیشم. آها، کلچه خان با مزه شده است. بهای خوب گرفته. کنی شیرینی را چکل میپزیم؟ خوش که باشد محصولات لازم را دیده میبرایم. شیر داریم، روغن داریم، آرد هم داریم. خوشبویی ها هم هست. خدایا، زن من در تلویزیون چی میکنه؟ نه این خودش شکر؟ این کس خیلی ضرور است. گفتم که یک باری دیگر گفتم که من آنها را نمیشناسم. تنها برای کارم پول وعده کردند. دقیق چقدر؟ 50,000 لیره. 50,000 لیره؟ برای همین مبلغ نارنجک میپرداختی؟ گفتم که یک کس به قهوه خانه میدراید. بعد آمدن او به من زنگ میزنند. نارنجک را پرتو میگفتند، میپرتافتم. یا اینکه نفری آمده را میپراندم. اگر تلفن نمیشد؟ اون وقت نمیپرتافتم، لیکن مبلغ را میگرفتم. برای همین به تو 50,000 لیره میدیم؟ نصف پول را گرفته بودم. دیوانه، نصف پول بس نبود. چرا کار رو دوام دادی؟ کشتن 10 نفر به تو کیفیت میارد مگر؟ نه، بیهوده این کار را کردم. آنها دیوانند. به این هم اگر از کار میگریختم مرا یافته به قتل میرسوندند. از کجا میدانی؟ کارتان با آنها افتاد بعد میفهمید. کیستند آنها؟ نامهایشان را نمیدانم. تنها یک مرتبه دیدم. 2 نفر، همین. اگر بینی میشناسی؟ هر دو عینک کلان سیاه با مانند تیرزه داشتند. یعنی نمیشناسی؟ اگر میشناختی حیران میماندم. پس کی به قهوه خانه می آمده است؟ چگونه شخص رو انتظار بودی؟ البته که به تو گفتند، همی خیلی؟ حالا سوال را شنیدی؟ به ادوکات گپ زدن نمیخواهم. به ادوکات ها؟ البته ادوکات آمد گپ میزنی. حاضر باشد نمیشود ها؟ شخص قد دراز، ریشدار، سفید پوست دوستند. برای مثال میپرسم، به همین سر کمی سر مانند است؟ هر آنچه که گفتم. نارنجک را چی؟ از کجا یافتی؟ چند بار گویم. از کجا گرفتن آن را با تلفن گفتم. کسی شخصا نداد. من آن را نمیگویم. قوطی الکترونی که در دیوار نصب شده بود همان را میگویم. کدام قوطی؟ چی میگویی نمیفهمم. سردارم، سوال را به این شخص نادرست دادم اگر؟ درو. سردارم. بله. باز پرسی را تمام کردم. میخواهد در حضور ادوکاتش سخن گوید. نتیجه؟
суханҳояш аҷиб. фикр мекунам ки худаш шахсан чизеро намедонад. ҳамин қадарро дақиқ медонам ки дар гурӯҳи ғайриқонунӣ фаъолият мекунад. дастурро бо телефон мегирад. барои назорати телефон аз прокуратура иҷозат гиред. гирифтам сардор, лекин боз як чизи аҷоиб аст. чисон? навъи норинҷаки дастӣ. чизе тахмин кардаи ман? боз як чизе ки ғамгин месозад. боз чӣ? дар майдон ду норинҷаки дастӣ аст. дуто? бале. дигараш аз куҷо омад? сари комиссар дар куҷо буданашро медонист. ҷояшро гуфт барои гирифтан. кори хуб. ба ҳамин восита ягид дар куҷо будани норинҷакро фаҳмидааст? мебинем сардор. хело ҷиддӣ санҷед. итоат сардор. натарс, ман аз онҳо нестам. баръакс, барои нест кардани онҳо омадам. ман полисам. ҳозир ба ман бигӯ, хоҳиш мекунам. дар миёни онҳо як нафар қадбаланд, доимо либоси сиёҳ мепӯшад, бадани варзишӣ дорад, мояш тунук. ӯро мешиносӣ? не. гӯш кун. ҳаёти мардум дар хатар аст. дар дасташон як кӯдак ҳам гаравгон аст. мехоҳам ки бори дигар фикр кунӣ. қасам мехӯрам, чӣ хеле ки гуфтам, танҳо ду нафарашонро як ё ду маротиба дидам. ҳамон ҳам якчанд лаҳза, ҳамин қадар. шахси шумо мегуфтагиро надидам. фаҳмо. шартномаро вайрон кардӣ, кӯдакро мурдагӣ дон. шартномаро ту вайрон кардӣ? шахси норинҷакдорро чӣ мегӯӣ? маро ҳам мехостӣ тарконӣ? гап назан, бо кӯдакат видо кун. гӯш кун, ба ман гӯш кун. бе полис биё гуфтӣ. диди охир танҳо рафтам. ҳамин тар буд, одаматро дидаму девона шудам. аз сюрприз карданат хушам намеояд. алло набошад, ба ту як имтиёзи дигар медиҳам. зангамро интизор нашав. алло, чӣ? худо ҷазоятро диҳад. рафиқ саркомиссар, ягон хабари нав ҳаст? агар ба рафиқон хабар диҳем, кофтукоб осон мешавад. рафиқ саркомиссар, нагуфта будам ки ба касе хабар намедиҳем. нагуфтам. гуфта будам охир. савол надеҳ гуфтам. ҳамин хел не? گیروز حالا هم باورم نمی آید. استا آقای بسیار شخصی خاکسار بوده است. هنرپا دلتون صاف بوده است. در تلویزیون هم بر اومده. هیچ نپرس گیروز. قریب نیم خلق آرد را اصراف کردم. از شرم زمین نکفید که در رویم. بخیر است انشالله. نجیب تلفن دارد. بخیر است. الو؟ اکنون مشهور شده رفیق زنک. با ما گپ میزند از این پس. از کجا دانستی نجیب؟ از کجا میدانستم؟ با چشمانم در بخش مستقیم دیدم. مثل همه ترکیه. چخیل نبینم و نشنوم. معقول شد. کاش که در تلویزیون برآمد کردند رو با ما هم خبر میدادی. تماشا کردی که دیگر چی؟ برای تماشا نه البته. با کجا رفتند رو حد اقل میدانستیم. میدانی که قبلا به سر کیروز چی آمد؟
در بود و گذشته رفت. راست میگویی نجیب، مرا ببخش. زیبا بودی، کنون مشهور شدی. با تو ناظر شده نمیتوانیم. تو چی ها میگویی؟ خب تو دیدن. نجیب شب ساعت خاموش کرد تلفنشو. توبه خدا. درا سردارم تلفنش رو سنجیدیم، طبق معلومات جای گپزنیشون معلوم کرده شد. اجازت دستگیر کنی؟ آماده سردار. خوب، یکی دراگو تیار شود. تو هم رو. اطاعت سردار. دیار رفتیم سردارم. با کجا؟ امنیتی اطراف تامین است رفیق سرکمیسر. سردارم. تیمور، حاضر وقت ندارم که با تو. حالا وقتی گیله گذاری نیست. همین خیل نه؟ زود سر کنیم نباشد. تیمور تو پیش درو. مایلش سر میکنیم. با پیش. گویا که کسی نیست. اسباب رو بیار. پلیس. کسی نیست. یگید اینجا بیا. خوش چی میگویی؟ و تو شیناس است؟ در اینجا کار رو انجام میدهیم یا اینکه در بالای یک قوطی بحث و تلاش آغاز میکنیم. کار جدی؟ در حقیقت موده ترکنده یفتید؟ بله سردار. اگر یکی از همین محله نمیگذشت اینها یافت نمیشد. شما وضعیت را با پروکرور خبر دادید؟ بله سردار خبر دادیم. خوب، گفتگو را دوام ده تیمور. کنه بینیم اولین ایستگاه است یا آخری؟ اطاعت سردار. اجاره نشینان رو پرسان شدم. شخصیت ها ساخته برآمد. ایزهای درون خانه رو سنجیده ایستادیم. غیر چشم داشت. ایزی انیقی برای ما نماندن. ماده های ترکنده چی؟ آنها رو چکل فراموش کردن؟ همه خطا میکنند. سردارم اگر جلسه تمام شده باشد برایم. بخیر است. کاری تجدیدی داری؟ سردارم نه من. خوب میتوانی روی. آها. الو. به سراغه گفتم بیا. نیم ساعت وقت داری. احمق با من امر بدهی؟ سر کردی. کودک در دستم هیچ کار کرده نمیتوانی. کجا آیم؟ بر وقت آمدی؟ نه، تو دیر کردی. در اصل از تو پیش آمده بودم، لیکن تنها آمدن را سنجیدم. تدبیر همه وقت خوب است. انیق گوی، چی میخوایی تو؟ چی گفتی؟ برای فرزندت آماده همه کار هستی؟ گپ زن.
میخواهم همین شخص را کشی. او را میشناسی مگر؟ نه. کیست این آدم؟ نامش ممدو اوزیورد. چیکار میکند؟ شرط نیست همه چیز را دانی. نفر است که مانع کاری من است. دانستن همین کافی است. من این حریف را از کجا میارم؟ آن طرفش را من نمیدانم. آن طرفش کاری تو. امشب او را زنده یافته حتما نزد من میاری. انتظار زنگ شو. در پیش چشمم او را میکشی، وگرنه فرزندت بیرحمانه کشته میشود. لیکن من او را از کجا میابم؟ خدایا چیکار کنم؟ السلام علیکم. سلام علیکم. امک چیکار میکنید؟ آب را گره میکنم. آب را گره میکنید؟ امک مگر آب را گره کرده میشود؟ اگر آب را گره نکنم صاحب دکان مرا پیش میکند. چی خیل؟ چی خیل ها؟ صاحب دکان گفت که رو. من گفتم که نمیروم. او گفت که دادر جان رو. من گفتم که نمیروم. او گفت که به یک شر راضی میشوم. اگر آب را گریه کنی دکان است تو. بله بوده است. در غیبی کس گپ نزن. شد امک تمام. چای دارید امک؟ هست. را خدا گیر. تو چی گفتی؟ حتی نپرسید امک. کاری من از آب را گره کردن هم مشکل تر. دادر خدا چای گیر. یگت حیران مانده است که چقدر خوابم بوده است؟ والا دادر 1-2 ساعت گذشت. نخود همین قدر خوابیده باشم. خیلی عجیب. خودت را سرزنش نکن. بپروا باش. تو خواب رفتی و دنیا در گردش. نه مملکت آب را گره کرده. آب را گره کردید؟ انا بین. در اینجا آب هم هست. انا و تو دیگه. تو خوب بودی رفیقت آمد. خوب بودی. نخواستم تو رو ناراحت کند. رفیقم؟ کی؟ والله نامش چی بود؟ ممدو. ممدو. ممدو؟ از کجا یافت اینجا رو؟ چی گفت؟ والله بچه خپکی بود. گفت بگو که به قصر میروم. قصر؟ قربان. قربان. باز امکی گفتی و نزدمت. 17 سال کسی مرا امکی نگفته بود. تنها تو. نگاه کن آب نمیگذراند. آب نمیگذراند؟ آخی. تیر هم نمیگذراند؟ آن را چیکار میکنی ها؟ بزرگی امکی نه این بزرگی. بزرگ خداوند است. راه نباشد به کلت میخوری.
چی خبر؟ وا جورای ما از خوب خسته است. اما که خوب بوده است. عجیب است اما کی نایم. بخیر است جوره. چی گپ شد؟ پروا نکن. انشاءالله بچه‌ات رو نجات میدهیم. از کجا میدونی؟ بر ایوازی کندن همین قصر جوره بعضا چیزهای نالازم را مجبور هستی که دانی. حاضر در کجاست؟ آرام باش آشنا، آرام باش. همه چیز وقتی خود رو دارد. چی خیلی آرام شوم؟ کودکم در دست یک بیناموس و باز من آرام باشم؟ مایلش جوره میدونم. یگان فکر میکنیم البته. با من باور کن. یگان فکر میکنیم؟ همه‌اش تا همینجا بوده است. هرچی خواهی اختیارت. حاضر میرویم. خیز رفتیم. خوب جوره، خوب. اندیشه کن جوره، بعد پشیمان میشوی. وای وای وای، از تخمین کردم چقام بوده ای. خواستت رو آوردم. بچه هم در کجا؟ بچه در ماشین. نفر نگاهش می‌دارد. در دستش کارد تیزی دارد. گفتم که در پیش کودک با کارد بازی نکن. گوش نکرد. نشان ده. هنوز خواستم را نکردی. معلوم می شود که در کاری من تو مانع شدی. معقول نشد. زدم ایوبش کن. بعد تو بچه‌ت را گیر و من به کارم روم. از آنو نشین. شین. دستهایت رو بردار. بردار. خواهش آخرینت رو گوی. رفیقی داشتم. از او یک خواهشی کرده بودم. کاش که میشونید و با او میگفتم. چی گفتنیه داری؟ با کسی خبری مرگم رو نگوید. با دستان خودش گور کند و با کسی چیزی نگوید. نمیدونستم که اینقدر میر و محبت داری افلاس. زود کار رو خاتمه ده برادر. اکنون بچه هم رو به من ده. سلاحت را پرتا. پرتا گفتم. بچه هم رو بیار. پرتا. نباشد بچه‌ت را اصلا نمیبینی. چشمانم را نپوشیده در همینجا میپرانم و حتی پروایی ندارم. تمام شده باشد بچه هم رو دیدم میخواهم. میخواهم مردن و نمردن او را سنجیده بینم. مرده باشد بچه‌ت را میدهم و میروم. 3 تیر خالی کردم ندیدی؟ زحمت نکش سردار. نمردم. این حریف با مثلی تخمین کردم عمل کرد. با من زیره پوشانید برای باور کردنت. همین شب این نقش باز تکرار می شود. لیکن از جانب من اما تا همین جا بوده است. بزانشین. بزانو گفتم. دستانت را بردار. با سرش پرون اگر کفالت خواهی. نه او رو میشناسم. بیگانه است. با ضربی بازو نیستش کن. خب همینقدر بس. آخر حالا نمرده است. برای مردنش حالا فرمان نگرفته ایم. خیز میرویم.
تو افلاس. حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی و تاجیکی گردانده شد. کارگردان و محرک غیور اشوری رستگار، مهندسی آواز امیدجان علی، پرودوسر کامیجان سفر، راهبری گروه ایجادی فرهادی سفر. و نقش آواز دادن فیروز اومد، محمد جان شادی، آرتج تادی، ملاحتی عبدالله، ناصری حسن، میسای محمد جان، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، صلاح الدین شکور، نظیر مدی موسی، ملاحت، زهرا، احسان و فردوس.